یک-دو روز پیش جنگاوران مقاومت فلسطین کوشش کردند که یک سرباز اشغالگر را اسیر گیرند. این حادثه در کمین دشواری که در شرق خان یونس صورت گرفت اتفاق افتاد. گزارش داده می شود که اول آنها با تانک اسرائیلی از نوع مرکبه و یک ماشین زیره‌پوش انتقال دهنده با موشک‌های ضد تانکی از نوع الیاسین 105 حمله کردند. سپس دو اکسکاواتور حربی را با موشک‌ها هدف گرفتند. پس از این جنگاوران فلسطینی با نیروهای اشغالگر وارد جنگ شدند و کوشش کردند که یکی از سربازان اسرائیل را زنده دستگیر کنند، اما طور خبر داده می شود شرایط صحرایی این کار را ناممکن ساخت. در نتیجه جنگاوران سرباز را که نتوانستند زنده دستگیر کنند او را کشتند و یراقش را به دست آوردند. دلیل کوشش اسیرگیری و کشته شدن سرباز اشغالگر را خود ارتش اشغالگر اسرائیل در گزارش رسمی خود تصدیق کرده است. این چنین گفته می شود که در منطقه زد و خورد یک چرخبال اسرائیل فرود آمده برای بیرون برآوردن سربازان استفاده شده است. یکی از رهبران بریگاد القسام به شبکه الجزیره گفته است که جنگاوران در منطقه های محاربه پنهان می شوند. او تاکید کرد که با عملیات های اخیر خود جنگاوران مقاومت فلسطینی قدرت و آبروی ارتش اسرائیل را زیر شبهه بردند و سربازان اشغالگر را رو به خاک غزه کشیدند.